گذاشتن غذای گرم توی یخچال هم از نظر بهداشتی ایراد داره و هم از نظر فیزیکی میتونه یخچال رو خراب بکنه. واسه اینکه متوجه بشین چجوری غذای گرم یخچال رو خراب میکنه، باید یه کوچولو راجع به نحوه عملکرد یخچال براتون توضیح بدم. یخچال سرما تولید نمیکنه، به خاطر اینکه توی فیزیک اصلا مفهومی به اسم سرما وجود نداره. کاری که یخچال میکنه اینه که گرمای محیط داخل خودش رو به محیط بیرون منتقل میکنه و اینجوری باعث میشه که دمای محیط داخل یخچال بیاد پایین. توی سیستم یخچال ماده‌ای وجود داره که گرما توسط این ماده از محیط داخل یخچال به بیرون منتقل میشه و اصطلاحاً بهش میگن گاز یخچال. توی کولر گازی و توی کولر ماشین همین گاز وجود داره و از معروف‌ترین هاش میشه به گاز R134a اشاره کرد. این ماده به صورت مایع کم فشار و از طریق لوله ها وارد محیط داخل یخچال میشه که اصطلاحاً به اون قسمت یخچال میگن اواپراتور و میاد گرمای محیط داخل یخچال رو به خودش جذب میکنه. با جذب این گرما خودش از مایع تبدیل به گاز میشه، یعنی بخار میشه و دمای محیط داخل یخچال رو میاره پایین، چون گرمای اونجا رو جذب کرده دیگه. بعد بخاره میره توی لوله های پشت یخچال که به اون قسمت میگن کندانسور و گرمای خودش رو به محیط بیرون میده و گازی که گرما از دست بده از گاز دوباره تبدیل به مایع میشه و وقتی که به مایع تبدیل میشه دوباره برمیگرده توی چرخه و این چرخه یا سیکل همینجوری ادامه داره. برای همینه که معمولا اگر دستتون رو ببرید پشت یخچال میبینید که فضای پشت یخچال گرمه. حالا وقتی که غذای داغ رو میذاریم توی یخچال، داریم بار اضافی گرما رو میندازیم روی دوش موتور یخچال، به خاطر اینکه باید چرخه‌ای که بهتون گفتم با دفعات بیشتر و شدت بیشتر تکرار بشه تا بتونه گرمای حاصل از غذای داغ رو به محیط بیرون یخچال منتقل بکنه و دمای یخچال رو پایین نگه داره. بنابراین بهتره که به غذای داغ اجازه بدیم تا توی محیط آشپزخونه دماش بیاد پایین و به دمای محیط آشپزخونه برسه، بعد اونو بذاریم توی یخچال.